سلام علیکم رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد اگر اجازه باشه سوال کنم. مرحبا. استاد بسیار میخواهم علم شریعت آموزم و در راه الله خدمت کنم و مردمم را به سوی الله دعوت کنم. استاد التماس راه طلب علم را به من بیان میکردید. کدام کتاب ها را خوانم و در کجا تعلیم گیرم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. هر خیری که در روی زمین هست اصلش و ماده‌اش از علم است. هر بدیه که در این روی زمین هست اصلش از نادانی هست. برای علم گرفتن مراد علم شریعت و نائل شدن به درجه علم 7 شرط است و 7 وسیله هست که اگر الله سبحانه و تعالی یاری دهد در همین مجلس انا همین 14 مسئله را برای شما میگویم. 7 شرط، 7 مسئله، 7 وسیله. شرط یعنی چی؟ شرط و ضرور. شرط نماز، یکی از شرط های نماز این وقت است. اگر وقتی نمازی بامداد ندارد بامداد خواندن درست نیست، صحیح نمی شود. وقتی که وقت که در آمد شرط پیدا شد، یعنی برای حاصل کردن علم 7 شرط است که ما این 7 شرط را در یک نوار علاهیده با نام شرط های طلب علم کمی روشن کرده بودیم و در اینجا فقط مختصرا ذکر میکنیم که آن 7 شرط را ابن هلال رحمت الله علیه در یک بیت به نظم کشیده، گفتن که له تغرب و تواضع و اترع و جوع و هن وعصی هواک و اتبع. له تغرب و تواضع و اترع و جوع و هن وعصی هواک و اتبع. له برای علم، تغرب غریبی کش، غریب شو، سفر کن، یکی از شرط های طلب علم. یعنی برای چی؟ اگر چی در زمانه ما امروز درس های مثلا آنلاینی هست و می شود در خانتان یعنی تمام درس های اهل علم را در کدام مسئله ها یا فن ها باشد یابید، لیکن به هر حال این قاعده باقی می ماند. له تغرب برای علم غریب شو، یعنی سفر کن. کدام وقتی که امکانیت پیدا کردید سفر کنید. برای چی؟ برای آنکه علما در تمام اطراف دنیا هستند و هم نفس شدن با عالم. چه خیلی که مادر امام مالک رحمت الله علیه ام عالیه رحمت الله علیها مالک را گفتن که خود من ادبه قبل ان تأخذ من علمه. برو به نزد ربیعه از آداب و کردارش آموز پیش از آن که از علمش می آموزی. یعنی برای آینده عالم شدن باید طالب علم نزد علما نشیند. برای همین غریبی یکی از شرط های طلب علم است. تا وقتی که به غریبی امکانیت پیدا می کند تا آن وقت هم طلب علم کردن گیرد، لیکن وقتی که امکانیت پیدا کرد به سفر می براید. امام بخاری هم اول تمام علم بخارا را گرفتند. هر علمی که در مردم بخارا، در عالمای بخارا بود همش آموختند. وقتی که به سن 16 در آمدند بعد به سفر بر آمدند و با همین یعنی که تا روزی وفاتشان در سفر بودند رحمت الله علیه. بنابراین این غریبی شرط اول است. غریبی اگر رفت تو شهری که شما در آن زندگی میکند مملوئی از علما باشد، پر از علما باشد، مانند شهر ریاض. در ریاض در تمام ساحه ها عالم ها هست. میتواند یک انسانی که در ریاض زندگی میکند مثلا نبراید از شهر. چه خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه در راه طلب علم سفری
طلب علم نداشتند، در دمشق عالم شدند، از شهر نبر آمده. برای چی؟ برای اینکه اولش اینکه الله تعالی برای ایشان علم لدونی داد، حفظ و فهمی که داد اون از جانب الله تعالی بود. دیگر اینکه در دمشق تمام نوع علما بودند، از آنها علم گرفتند. لیکن به هر حال اگرچه شهرتان پر از علما باشد، مثلا شما در شهر ریاض علم گرفتید، لیکن خوب است که شما به هندوستان روید، مثلا به افریقا روید، به مغرب روید، به شنقیط روید، به مصر روید، دور زنید. مثلا در کجای اگر یگان علمدار باشد، باکی ندارد که انسان 1 ماه 2 ماه 1 مثلا هفته به قدر امکانیت در نزد یک عالم نشسته اجازه های او را گیرد، علم گیرد، از احوال آنها باخبر شود. این در تجربه آینده این طالب علم که در آینده عالم می شود بسیار خوب است. استاد زیاد داشتن فضیلت است برادران، برای آنکه طالب علم از هر یک استاد بهترین چیزها را می آموزد و مانند زنبور عسل از هر یک گل بهترین چیزها را به خودش جمع می کند. برای آنکه علم باید از علما آموخته شود، خیلی که در وسیله های علم می آید. برای همین غریبی ضرور است برای طلب علم. کدام وقتی که فرصت پیدا کردید باید غریبی کشید و شاید در کجا رفته تعلیم گرفتن در عین حال انشالله در پایان صحبت یا در صحبت آینده در این مسئله گفته میگذاریم. لهو تغرب، برای علم غریبی کش. اگر غریبی کرده نتانید، غریبی مجازی هست. غریبی حقیقی سفر در راه الله تعالی، در راه علم سفر کردن به دیاری که در آنجا علما هست. غریبی مجازی در شهر خودتان میخوانید لیکن خانه خالی باشد. خیلی که ابن عساکر پرسیدن که بهترین چیز در این دنیا برای شما چی است؟ گفتن که اسناد عال و بیت خال. اسناد عالی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک میشویم. اسناد هر چقدر آدمهاش کم باشد همین قدر به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک میشید. برای اسناد عالی کردن سفر کردن در کار به نزد علما. و بیت خال، بهترین چیز در این دنیا یک خانه خالی. اون خانه بگذار دیوالهاش عادی باشد لیکن خانه خالی باشد که هیچ کسی تشویش ندهد برای خواندن درس. یعنی اینم غریبی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که پیغمبر شدند برایشان خلوت نشستن محبوب گردانیده شد. تنها نشستن دوست داشتن. برای علم انسان باید تنها در یک خانه نشسته درسایی که از استاد گرفت باید نویسد، حفظ کند، خواند، تکرار کند. برای همین خانه خالی لازم است. یک معنای دیگری غریبی. لهو تغرب و تواضع. دویم شرطش خاکساری. متکبر نمیتونه علم گیرد. با شاید سن و سالش کلان است، شاید پول و مالش زیاد است، شاید حسب و نسبش بلند است، توره های و ایشان ها هست، میگوید من در نزد یک آدم عادی. یا عطا ابن ابی رباح در مکه پیشوا بودن، شاگرد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. وقتی که حاجی ها آمدن، من سیدکم، سید اهل مکه کی است؟ گفته مردم وقتی که پرسان شدن گفتن که عطا ابن ابی رباح. بعد وقتی که عطا ابن ابی رباح را دیدن، یک مرد سیاه پوست، یعنی مرد عربی نه، اصلش از دیار افریقا، بینیش رنگی باقلاجان، پاهاش شکستگی، راست راه گشته نمیتواند، شخصی معیوب، چشمش نابینا. بیما سعدکم، به چی شما را گذشت؟ گفتن که استغنا عما عندنا فاحتجنا الى ما عنده. او به حاجت شد از آن چیزی که در نزد ما هست، یعنی به پول و مال ما چشم نه اندوخت
او بی حاجت بود از آن چیزی که ما داشتیم، مجبور ما حاجت پیدا کردیم با آن چیزی که او دارد، یعنی علم عبدالله ابن عباس گرفته بود، نه خلیفه ها را اعتراف میکرد، یعنی به بای و کمبغل یک خیل فتوا میداد، یک خیل اسلوب کتی تعلیم میداد. بنابراین دویمین شرط علم خاکساری. کدام آدمی که متکبر باشه، چه خیلی که مجاهد ابن جبر شاگرد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مفسر قرآن گفتن که چه خیلی که امام بخاری این سخن مجاهد در صحیح بخاری آوردن، لا یطلب العلم مستحین ولا مستکبر، این علم را نمی آموزد آدم متکبر و آدم شرم دارنده. آدمی که از پرسیدن شرم می دارد این آدم علم نمی گیرد و آدمی که متکبر است علم نمی گیرد. له تغرب، برای علم غریبی کش، و تواضع خاکساری کن، و ترع پرهیزگاری کن. تمام نمودی کلبسه ها را اگر حلال نوشتگیش به تکیه کرده خوری، تمام نمودی آن مرغ و گوشتایی که از دولت های نامعلوم آمده است و یعنی حقیقت ذبحش معلوم نی، خوردن گیری، از کجا طالب علم میشی؟ امام بخاری پدرشان اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیرة ابن بردیز بحل بخاری، پدر امام بخاری اسماعیل نام دارد. امام بخاری در حق پدرشان میگه که صافح عبدالله ابن مبارک بکلتا یدیه، پدر من اسماعیل بخاری با عبدالله ابن مبارک با دو دستش سلامت کرده است. فضیلت ببینید، همچون فضیلت ذکر کردن که پدر من با عبدالله ابن مبارک دو دسته سلامت کرده است. مردمی تاجیک دو دسته سلامت میکنه عادتش. و روى عن مالک، از امام مالک روایت دارد. پدر امام بخاری از امام مالک علم روایت کرده. امام احمد گفتن که الله تعالی برای من دیدن مالک نصیب نکرد، لیکن برایم سفیان ابن عیینه را نصیب کرد. گفتن هم عصر مالک سفیان ابن عیینه، یعنی در طبقه مالک، وزنش وزن مالک قطع برابر. مالک ندیدم گفتن، لیکن الله تعالی بجاش سفیان ابن عیینه را داد. گفتن کان من زینت الدنیا ان یقول الرجل اخبرنا مالک، از زینت دنیا بود اینکه مردم بود که به ما مالک خبر داد. در نزد مالک نشستن این فضیلت بود. از در دنیا از همه چیز زیبا در درس امام مالک نشستن بود. پدر من امام بخاری میگن اسماعیل ابن ابراهیم بخاری از مالک روایت دارد. حدثنی مالکون اخبرنی مالکون، گفته روایت دارد پدر امام بخاری. انا همین اسماعیل میگد که در طعام فرزندم محمد، یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری، یعنی در طعام امام بخاری یک درهم شبهناک را نمیدانم. یک درهم شبهناک یعنی چی؟ نه حلال بودنش معلوم، نه حرام بودنش، یا احتمال حرام و احتمال حلال بودنش است. یعنی با مهنت حلال من این فرزنده تربیه کردم. رزق حلال تأثیری کلان دارد به تربیه فرزند و به عالم شدنی او و عالم نشدنی او. بنابراین یکی از شرطهای طلب علم پرهیزگاری. آن آدمی که تمام نمود گوشت ها را خوردن میگیرد، پرهاش از شبهه پرهیز نمی کند، اون آدم علم نمی گیرد. له تغرب و تواضع و ترع و جوع، گرسنگی کش. یعنی یک معناش این است که به گرسنگی های راه علم صبر کن. وقتی که راه علم را اختیار کردی، دان که روزهای را پسی سر میکنی که گرسنه شبها را سحر میکنی. برای چی؟ برای آنکه تو باید علم آموزی. تو اگر به کسب پول و مال اگر وقت جدا کنی از علم میمونی. تو اگر طعم علم را چشی به دنیا روی نمیباری. شیخ الاسلام رحمت الله علیه نقل میکنن که در حیاتشون یگان مراتب یگان چیز نخریدینم نفروختینم رحمت الله علیه. او برای همین قدر علمی زیاد گرفتن، نفروختینم نخریدینم.
مطلقا به دنیا مشغول نشدن، حتی زن نگرفتن رحمت الله علیه، بعد به این درجه رسیدن. اما آدم از همه کار کند علمش هم میانه میشد. بعد بنابراین جوع، گرسنگی کش، یک معناش این است که در راه علم گرسنگی بر سرت میبیاد. خیلی که سخن شعبه را گفتیم که من طلب الحدیث افلسه، کسی که طلب حدیث کند مفلس میشد، یعنی بانکرات میشد. یعنی به همین روزا آمادگی خودت بگیر. این یک معنا. معنای دیگر این که جوع، گرسنگی کش، بسیار طعام نخور، برای آنکه من اکل کثیرا شرب کثیرا و من شرب کثیرا نام کثیرا فخسر کثیرا. کسی که بسیار طعام خورد بسیار می نوشد، بسیار نوشید بسیار خواب میکند، بسیار خواب که کرد بسیار ضرر میبیند. له تغرب و تواضع و ترع و جوع و هن. شرط پنجم این است که هن یعنی خطر و ریسک راه علم را جان خود، عمر خود، مال خود را در راه علم به خطر گذار. یعنی و هم در خطر گذاشتن. حضرت موسی هم در راه طلب علم جان خود را به خطر گذاشته، به کشتی نشسته، به بحر سوار شده، به نزد خضر علیه السلام سفر کردند و به نزد خضر آمده علم گرفتن. آنها در بحر واخوردند، در مجمع البحرین. یعنی انسان باید در راه علم جان خود، حیات خود را در خطر گذارد. در خطر گذارد یعنی که مانند دیگرها از روزی که به سن جوانی رسیده است به جمع پول و مال مشغول نمی شود. شاید 20 سال، شاید 30 سال علم می آموزد. یعنی جان خود را، حیات خود را در راه علم از علم پایانتر شمارد، از علم سبک شمارد، بعد انسان میتواند علم آموزد. وقتی که اگر حیات خود، وقت خود، عمر خود، جان خود از علم اگر بالا داند، این آدم نمیتواند علم گرفته. یعنی به همه خطرهای راه علم باید انسان طالب علم آمادگی خیش را ببیند. چقدر قاری ها بودند، به آسانی قاری نشدند، در مدت 5-6 سال قاری شدند، بعد علم گرفتند، بالاخره یا قاری فاسق شدند، نسأل الله سلامت و العافیه، یا یک ملای درباری شدند، حلال الله تعالی را حرام گفتند، حرام الله تعالی را حلال گفتند، فروخته شدند، دین خود را فروختند. اونها به آسانی علم نگرفتند. پدرهای آنها، استادان آنها، چقدر مردمی ثروتمند در راه علم گرفتن یک طالب علم مهنت و سهم دارد. لیکن وقتی آخر یا ترک دین و دنیا، ترک علم و ترک دین کرده، روی به امور دنیای و به امور خود می بیارد در آخر، یا علم خود و دین خود را می فروشد، یا اینکه دیگر از بحر دین برآمده روی به دنیا می آرد. یعنی که اینقدر علم گرفتگیش و اینقدر عمری که صرف کرد حجت بر ضرر او می شود. خلاصه این است که طالب علم باید در این راه آمادگی خیش را ببیند، به ضررهای این راه آمادگی خیش را ببیند که با یک عذاب، با یک مشقت علم می آموزد، لیکن البته این اجر عظیم و لذت خاص خود را دارد. و وقتی که علم گرفت وظیفه دار است که به آن عمل کند، وظیفه دار است که علم را به مردم برساند، ناوابسته از خطرهای آن. این راه خطرناک است، لیکن عاقبت نیک دارد. به همین خطرها آمادگی خود را
ببیند. یعنی که یکی از شرط های طلب علم خطر این راه را از جان و از حیات خود سبک داند. وعصی هوا که شرط ششم این است که خلاف هوایت کار کن. هوای نفس انسان استراحت و راحت را میخواهد، لذت را میخواهد. علم جد و جهد و کوشش و غیرت میطلبد. وعصی هوا که خلاف هوای نفست کار کن و تبع به علمی که گرفتی عمل کن. هر حدیثی که شنیدید عمل کنید. اعمل بالحدیث ولو مره تکون من اهله. به هر یک حدیث اگرچه یک مراتبه باشدم عمل کن، اهل حدیث میشوی. امام احمد به 1,000,000 حدیثی که حفظ میکردن عمل کردیم. حتی میگن که حجامه کردم و به شخصی حجامه کننده 1 دینار دادم. به حجامه چی؟ 1 دینار اطراف $250 است. پیامبر صلی الله علیه وسلم احتجم النبی صلی الله علیه وسلم و اعطى الحجام دینارا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامه کردن و به شخص حجام 1 دینار دادن. 1 دینار 4 گرم طلا، یعنی مزد کلان دادن. امام این حدیث است. امام احمد این حدیث روایت کردند و عمل کردند. 1 بار 1 مرتبه اگر به این حدیث عمل کنید فراموش نمیکنید این حدیثه. حتی به غار حرا رفته نشستم میگن، چون که پیامبر صلی الله علیه وسلم چه خیلی که در صحیح بخاری آمده است حبب الیه الخلا. پیش از آن که پیغمبر شدند به پیامبر صلی الله علیه وسلم در خلوت نشستن محبوب گردانیده شد. بعد در رفته در غار حرا می نشستن و اولین آیات های سوره اقرا هم در غار حرا آمد. یعنی این حدیث است. به همین حدیث هم عمل کردن. حتی میگن یک پیامبر صلی الله علیه وسلم یک کنیزک را آزاد کرده بودن با نام ریحانه. امام احمد هم یک کنیزک خریده نامش ریحانه مونده آزاد کردن در راه الله تعالی. اعمل بالحدیث ولو مره تکون من اهله. به حدیث 1 مرتبه باشد هم عمل کن. یعنی به این خیل حدیث ها 1 مرتبه، لیکن به دیگر حدیث های دائمی باید انسان عمل کند. وقتی که عمل کی کردید علم در شما باقی میماند. عمل کی نکردید علم بر میگردد. بنابراین طالب علم ها زیاد بودند و بعضی دامولا ها میگن که تمام اهل دیه 1 بار قاعده بغدادی را گرفته آمدگی است به همین مسجد. میگن همه 1 بار طالب علم شدگی است. طالب علم ها زیاد بودند در ایام طلب. و تبع به علم عمل کن. این 7 شرط است برادرها. به نوار شرط های طلب علم اگر برگردید آنجا شاید وسیع‌تر در این باره سخن کردگی هستیم. در این مسئله 7 شرط های طلب علم اگر یگان سوال باشد مرحمت. به 7 وسیله های حاصل کردن به علم میگذاریم. 7 وسیله یعنی چی؟ شما به مکه رفتنی هستید. برای به مکه رفتن یکی از وسیله های رفتن مثلا داشتنی جواز سفر، یعنی پاسپورت، حجت. این به این نمیشد. یکی از وسیله ها تأشیره، ویزه. یکی از وسیله ها داشتنی مبلغ برای خریدنی چیپته خواه، هواپیما خواه، دیگر چی. مثلا همین ها وسیله. انا همین کارها رو اگر اجرا نکنید شما نمیتونید به مکه رفته. به واسطه همین چیزا میرید. 7 وسیله هست که به وسیله این چیزها انسان علم حاصل میکند. یکمین این وسیله ها اخلاص العمل لله سبحانه و تعالی. این علم را انسان باید خالص برای رازگی الله تعالی آموزد. در سنن ابو داود با سند صحیح آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، یعنی ریحها.
کدام انسانی که یک علمی را تعلیم گیرد که آن علم را فقط برای رازگی الله تعالی طلب کرده میشه، آن علم طلب کند لیکن لا یتعلمه، این علم تعلیم نمیگیرد مگرم برای متاع دنیا شده، با مقصد حاصل کردن دنیا، با مقصد حاصل کردن شهادت، با مقصد حاصل کردن پول، با مقصد حاصل کردن آبرو، یا با مقصد حاصل کردن شهرت، یا با مقصد زن گرفتن که مثلا در بعضی کشورها تا دانشگاه نخواند زن نمیدادیان. برای همین چیزها اگر خواند لم یجد عرف الجنه، بوی جنت را نمیبیند گفتند، و حالا که بویش از مسافه 40 سالینه راه می آید، در دیگر حدیث ها آمده است. اما علم دنیا را اگر کسی به خاطر دنیا خواند گناهکار نمیشد. مثلا یک آدم علم طب آموخت، گفت که من یک طبیبی نامی میشم، یک طبیبی مشهور میشم، یک کلینیکی میکشایم که در نزد من فقط پادشاهان و میلیونرهای و میلیاردرها طبابت میگیرد. گفته با همین نیت علم طب آموخت، گناهکار نمیشد. یک آدم علم اقتصاد آموخت با نیت میلیونر یا میلیاردر شدن، از همه بایترین مرد دنیا میشم گفت. علم دنیا آموخت، علم اقتصاد آموخت، گناهکار نمیشد. لیکن کدام انسانی که علم شریعت را با مقصدی از مقصدهای دنیا اگر آموزد بوی جنت را نمیبیند، برای اینکه این علم بزرگتر از دنیا هست. این شرط اول است، وسیله اول است برادرای عزیز. بنابراین امام مالک گفتند که ما طلبت العلم لیحتاج الیه، من این علم را نآموختم تا اینکه برای من مردم محتاج شود. گفته یعنی وقتی که من علم را طلب کردم مقصدم این نبود که یک روزی میشد که مردم به من محتاج میشد و من حاجت مردم را میبرارم، به سوالهای مردم جواب میگم. من با این مقصد علم نگرفتم. و کذالک کان الناس، و مردم هم همین خیل بودن. یعنی نقل از سلف است، تابعین، تبع تابعین، مردم هم همین خیل برای همین علم میگرفتن. بنابراین امام احمد هم گفتن که علم آموز برای برداشتن جاهلیت از خودت. کسی که علم میگیرد او جاهل نمیشد، او جاهل نیست. یعنی برای رفع جهل، نادانی درد است، نادانی را انسانی به عقل از خودش میبردارد. انسانی به عقل باید نادان نباشد، دانا باشد. برای همین باید علم آموزید. دوم وسیله علم ذکا، زیرکی. شخصی گرنگ، شخصی بیفهم، شخصی کندفهم علم گرفته نمیتواند. و ذکا دو خیل میشد، موهوب و مکتسب. موهوب از جانب الله تعالی داده شده است. یک کودک از خردسالیش زیرک، با عقل، یک نوع جوابها میدهد به سوالهاتون که در حیرت میمانید، فهم دارد. این موهوب است، الله تعالی برای او فهم داده است. و نوع دیگرش مکتسب، کسب میکند. انسان کسب میکند، یعنی فهم را مهنت کرده درک میکند، مییابد. با دعا، با طلب، با خیر و سخاوت، با عبادت و بندگی و استغفار. خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که 1000 مراتب اگر یک مسئله رو نفهمم استغفر الله و اتوب الیه میگفتم. یا میگفتن که یا معلم ابراهیم علمنی، یا مفهم سلیمان فهمنی. دعا، طلب. ای ذاتی که به آدم و داوود و سلیمان و ابراهیم علم دادی، به من علم ده. ای ذاتی که به سلیمان فهم دادی، به من فهم ده. طلب میکنه الله تعالی، زیرکی ده برای من، فهم ده. پروردگار گفته می طلبید. و این چنین با دیگر کارهایی که سببی صاحب فهم شدنتان میشود، همون سببها رو میگیرید و یعنی که کسب میکنید فهم را، زیرکی را. برای زیرک شدن با زیرک ها هم نشست شدن لازم، از زیرک ها زیرکی را آموختن لازم. با همین یا اینکه بعضی
طبیب‌ها میگویند که خوردن مثلا فلان نوع میوه خشک برای عقل یا برای ذهن فایده دارد، مثلا انا همین سبب‌ها را اجرا میکند و فهم و زیرکی را کسب میکند. اصلا الله تعالی برای او طبیعتا نداده است، لیکن با کسب مهنت کرده همین چیزا حاصل کرد. اگر این چیزا نباشد، آدمی که فهم ندارد، آدمی گرنگ هست، او هم استاد خسته میکند و هم اگر یک روز بعد اینکه 20 سال طلب علم کرد و امروز آمده به بالای منبر نشسته است، دیگر از او در امنیت نباشید که از نام الله تعالی سخنی غلط میرساند، چون او فهمش که کند است، خطا فهمیده است نصوص قرآن و نصوص سنت را. و یکی از کبیره ترین گناه ها همسایه شرک در قرآن کریم اینکه بدون علم سخن کردن از نام الله تعالی. الله سبحانه و تعالی میگوید که و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. از همه گناه کلا اینکه با الله سبحانه و تعالی شریک بیارید، یک چیزی را که الله تعالی به اله بودن آن از جانب خدا یگان حجت نازل نکرده است. یعنی بت عبادت کردن اینا یگان حجت و دلیل ندارید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینکه از نام الله تعالی چیزی که نمیدانید به مردم گویید. ببینید همسایه شرک است. از نام الله تعالی گپ زدن شاید از شرک هم گناهش کلان شود. برای چی؟ شرک، آدمی که شرک میکند فقط خودش به هلاکت میرساند. آدمی که از نام الله تعالی سخنی غلط میگوید، سخنی که الله تعالی نگفته است به مردم میگوید، این مردم گمراه میکند. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ضلوا فاضلوا، خودشون هم گمراه شدند، مردم هم گمراه کردند. این بسیار گناه کبیره است که انسان بدون علم گپ زند. باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری گفتند که باب در این باره که علم پیش از سخن و پیش از قول است. سیومین وسیله برای جمع کردن علم این علو الهمه، عالی همتی، همتی بلند لازم است برای جمع کردن علم، که این همت در عبدالله ابن عباس همچون مثال نگاه کردن و آموختن از عبدالله ابن عباس ممکنه. وقتی که 10 ساله بودند پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند و نزد یکی از نزدیکانشان رفتند و گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند، بیا با هم از صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم علم پیامبر صلی الله علیه و سلم را آموزیم تا اینکه یک روز یک جای فارغی این امت اسلام را پر کنیم. گفت که و متى یحتاج الینا، کی به ما مردم حاجت پیدا میکنند، دعنا نلعب، ما بازی کنیم. گفتن بعد عبدالله ابن عباس به سوی علم روی آوردن. دیر نگذشته در مدت کم علم زیاد جمع کردن. ببینید ابوبکر رضی الله عنه 2 سال خلیفگی کردن، بعدی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشته بعدی 2 سال. بعد حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه مسلمان ها شدند. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عباس عضوی مجلس شورای علمای امت اسلامی بودند. حضرت عمر در نزد کبار بدری ها عبدالله ابن عباس را در مجلس ها اجازت میداد در آمده می نشستند. مردمی که به جنگ بدر اشتراک کردگی هستند، آنهایی که اعضای مجلس شورا بودند، عبدالله ابن عباس برابری نبیره های آنها بود. در مجلس آنها می نشستند، می گفتند که فتل کهول، یعنی جوان پیر و ترجمان القرآن می گفتند. بنابراین یکی از شعرا می گفت که بلغت لعشر مدد من سینی کما یبلغ السید الاشیب فهمک فیها جسام الامور و هم لذاتک ان یلعب. یعنی به همت عالی عبدالله ابن عباس ثنا می گفت که همسین و سالای تو در فکری بازی بود و فکر و خیال تو در کارهای بزرگ بود. میگن
و حسان ابن ثابت شاعری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که اذا ما ابن عباس بدا لك وجهه، اگر تو عبدالله ابن عباس روبرو شوی، رأیت له فی کل محمدة فضلا، در هر یک جایی که تعریف کرده میشه در همونجا در عبدالله ابن عباس فضل را میدیدی. اذا قال لم يترك مقالا لقائل، اگر عبدالله ابن عباس گپ زند بعد خودش دیگر سخن کننده و گپ نمیماند. اگر به عبدالله ابن عباس سخن داده شود، حاجتی بعد عبدالله ابن عباس دیگر کس برآمده سخن کردن نمیماند. در همه باره الکی کفا و شفا، کفایه کننده و شفا دهنده سخن میگفتند. این از چی میشه؟ از علم میشه. بنابراین وقتی که زید بن ثابت رضی الله عنه از دنیا گذشتند، حضرت ابو هریره رضی الله عنه گریه کردند در سر قبر زید بن ثابت و گفتند که لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، امروز مردم علم زیاد را دفن کردند. ببینید امروز مردم علم زیاد را برده به خاک دفن کرده آمدند. ولعل الله ان یجعل لنا فی ابن عباس خلفا، و شاید که الله تعالی همین علمی که امروز ما از دست دادیم در ابن عباس برای ما خلف دهد، عوض دهد. شاید ابن عباس جای زید ابن ثابت گیرد. گفتم در حقیقت همین خیل شد. بنابراین برادرای عزیز، کسی که اگر عالم شدنی باشد، مردمی که علم میگیرند میشود به 4 تقسیم کرد. یک آدم برای رفع جهل از خودش علم میگیرد، یک آدم برای رفع جهل از خودش و از دیگرها میگیرد، لیکن وقتاش هم نصفش برای دنیا، نصفش برای تعلیم علم است. مثلا اگر 8 ساعت کاری دنیا کند، 8 ساعت علم میگیرد، این هم خوب است. و دیگری آن آدمی که پر عمر خود را در راه طلب علم جدا میکند و لیکن تنبلتر، بسیارتر خواب میکند، کمتر میخواند، کمتر کوشش و غیرت میکند، این یک طالب علم میشد. لیکن آن آدمی که پر حیاتش برای علم جدا کند و سخت جد و جهد کند، عالم میشود. و کسی که اگر خواهد که عالم میشود، که عالم های مرتبه های بلند شود، باید به سخن ابو احمد نصر ابن احمدی فقیه سمرقندی عمل کند که خطیب بغدادی در جامع خود آوردند و دیگرها هم در کتاب ها آوردگی هستند که میگن که لا ینال هذا العلم الا رجل عطل دکانه و خرب بستانه و هجر اخوانه و مات اقرب اهله فلم یشهد جنازته. این علم را نائل نمیشد مگر مردی که دکانش را ویران کرده است، باغش را خراب کرده است و یار و دوستانش را ترک کرده است، رفت آمده با جوره های و رفیقانش ترک کرده است و نزدیکترین خویشاوندانش وفات کرده است و به جنازش نآمده است. همین انسان علم میگیرد. گفتن یعنی اگرچه در اینجا مبالغه هم هست، یعنی همین آدم علمی درجه بلند میگیرد که به 1 دقیقهش بخیلگی میکند، همه آن را برای علم صرف میکند، این آدم علم میگیرد. بنابراین امام محدث حمیدی هم میگفتند که لقاء الناس لیس یفیدک شیئا سوى الاکثار من قیل و قال. واخوردن با آدم ها هیچ چیزی به تو فایده نمیدهد غیر بسیار کردن قیل و قال. قیل و قال چی است؟ گفته شده است، همین خیلی گپ هست، گپ های به معنای به اساس جمع میکنی، خلاص از واخوردن مردم. فقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حال. واخوردن با مردم را کم کن، مگر برای چی؟ برای گرفتن علم یا برای اصلاح حال. ابو برزه اسلمی رضی الله عنه میگن که کان النبی صلی الله علیه و سلم یکره النوم قبلها والحدیث بعدها. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از نماز خفتن خواب کردن را بد میدیدند و بعد نماز خفتن گپ زدن را بد میدیدند. یعنی بعد نماز خفتن
منهج علما این است که فقط با الله تعالی تنها ماندن. نماز خفتن که در مسجد خواندید به خانه‌تان برمیگردید، در خود را محکم میکنید، طهارت میگیرید، نماز شب میخوانید تا آن وقتی که الله تعالی خواست کتاب الله تعالی را میکشوید، علم میآموزید و بر وقتر خواب میروید تا اینکه به نماز شب بخیزید. و استادمان شیخ محمد ابن محمد مختار شنقیطی حفظه الله میگن که اعلم ان طالب العلم الذي لا يقوم الليل فهو طالب العلم المسكين. بدان آن طالب علمی که شبها نماز تهجد نمیخواند آیا طالب علم مسکین است. میگم یعنی در بین طالب علم و طالب علم مسکین، یعنی کم بغل، طالب علم علمش کم است. یعنی در این راه باید نماز شب را ترک نکرد که این دلالت به همت عالی داشتن طالب علم میکند. وقتی که به نماز شب میخیزید خوب است که آن حفظی که کردید مثلا در یک رکعت یک رو از قرآن قرائت کنید. اگر حفظ نکرده باشید میتوانید چخیلی که حضرت عایشه میکردن قرآن را کشایید و از قرآن هم قرائت کردن در نماز نافله اجازت است. این سه وسیله های علم را به شما ذکر کردیم. یکی آن همت عالی، از این پیشتر ذکای و زیرکی، از این پیشتر اخلاص. وسیله چهارم برای نائل شدن به علم حفظ کردن علم است. و فإن العلم لا يناله الا من حفظه. این علم را همون آدم جمع میکند که حفظ کرده است. بنابراین میگفتن که لیس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر. آن چیزی که در داخل دفترها هست اون علم نیست. علم آن چیزی که در دل و در قلب جمع شده است. و امام شافعی میگفتن که علمی معی حیث ما یممت یتبعنی قلبی وعاء له لا جوف صندوقی ان كنت في البيت كان العلم فيه معي او كنت في السوق كان العلم في السوق. اگر من در خانه باشم علم همراهی من در خانه است. اگر من در کوچه برایم علم در کوچه است. هر کجایی که روم علم همراهی من است. و ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه میگفتن که فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. علم من همراه من است. اگر کتاب و دفترهای مرا سوزانند آن منبعی که از آنجا علم برآمده است قلب مرا علم که در آنجا است نمیتونم بسوزانند. علم همراهی من است در هر کجایی که باشم، حتی استم علم هم میستد، وقتی که دفن شدم همراه هم علمم دفن میشد. و امام رحبی گفتن که فحفظ فکل حافظ امام. حفظ کن، هر یک حافظ امام است. هر یک آدمی که حفظ علم میکند او امام مردم میشود، پیشوای مردم میشود. و حفظ من کل فن متنا مختصرا. علما رحمت الله علیه میگفتن که از هر یک فن یک متن مختصر حفظ کن. از هر یک فن یک متن مختصر حفظ کن که ما در پایان اشاره میکنیم که مثلا در علم عقیده کدام متن رو باید طالب علم حفظ کند، در علم حدیث کدام متن را طالب علم حفظ کند، در علم فقه کدام متن را حفظ کند. متن کتابی هست که علما از کتابها اصول مسائل را فشرده با لفظهای کوتاه و مختصر در کتاب جایگیر کردند که کسی اگر آن متنها را حفظ کند، خیلی که بعضی علما گفتند که من حفظ المتون حاز الفنون. کسی که متنها را حفظ کند فنها را احاطه میکند، یعنی در مدت کم علم زیاد جمع میکند. از تمام چیزها پرسیده شوید در نزد شما در همون باره علم هست وقتی که متنها رو میخونید. برخلاف آن آدمی که یک آدم میبیاد مثلا فتح الباری میخواند 20 مجلد از شرح صحیح بخاری، علمهای خرد ندارد، یک بار به علم کلام دست میزند. این مانند آن آدمی که شنا کرده نمیتوانستگی انسان را در مابین بحری که ساحل ندارد پرتافتید. این آدم غرق میشد، علم نمیگیرد.
بنابراین عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتند که عالم ربانی آن آدمی که یربی الناس بصغار العلم قبل کباره، آن عالمی هست که به مردم اول علم معیده را میدهد پیش از علم کلام، به تدریج درجه به درجه به مردم علم میدهد. استاد باید وقتی که تعلیم میدهد یعنی مصلحت طالب علم را رعایت کند، نه مصلحت خودش را. من باید فلان کتاب را خواندنم در کار، یعنی یک بار میخوانم یک بار طالب علم گوش کنند، نه، باید به مصلحتی به فایده طالب علم باشد. هر چیزی که به طالب علم ضرور است همان را به قدر علم و به قدر فهم آنها به آنها علم داده شود. بنابراین اگر متنهای کوچک، متنهای خرد، ببینید مانند عقیده واسطیه در علم عقیده که در یک مجلس نوشته اند شیخ الاسلام و یک کتابچه خردک هست، کتابچه کیسگی هست، یعنی کتابی خرد است. کتابهای خرد را که به طریق متن نوشته شده است باید طالب علم اگر حفظ کند گویا که باید فنها را احاطه کرده است. و بزرگترین متن که انسان حفظ کند و اهمیت به حفظ دهد، از همه چیزی که به حفظ آن وقت خود، عمر خود را صرف میکنید، این حفظ قرآن کریم است. طالب علمی که قرآن را حفظ نمی کند او طالب علم ناقص است. طالب علم ناقص. این سخن استادمان شیخ علامه محمد ابن محمد مختار شنقیطی است. طالب العلم الذي لا يحفظ القرآن فهو طالب العلم الناقص. برای اینکه قرآن حفظ کنید هر یک سخنی که دلیل میبیارید اول از قرآن است. و وقتی که شما قرآن را حفظ میکنید هزارها کلمه های لغت عربی را حفظ کردید. علم زیاد، همه علم ها خدمتگار علم قرآن است. علم دین و دنیا، تمام علم های دین و دنیا خادم علم قرآن است. زیر یک آیت می درآید. بنابراین اصل این حفظ قرآن است. پنجمین وسیله وقت، یعنی برای طلب علم وقتی وسیع لازم است. یگان کس این علم را شخصان سراسیمه نمیتوانند دریافت کنند. برای این علم وقتی وسیع جدا میکنید، سراسیمه نمیشید. بنابراین سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه گفتند که ان العلم لن یعطیک بعضه حتی تعطیه کلک. علم بعضی خود را به تو نمیدهد تا مادامی که تو تمام خودت ندهی. کدام آدمی که وجود خودش برای علم اگر سپارد، حیات خودش برای علم سپارد، علم بعضی خود را میدهد، قسم خود را میدهد. آن آدمی که برای علم کمک وقت جدا میکند علم برای او چیزی نمیدهد. یعنی به معنای که او عالمی نمیشد که به مردم فتوا دهد و به مردم زیاد علم رساند. آدمی که وقتی کم جدا میکند برای علم او علم زیاد نمیگیرد. او علم میگیرد که فقط برای اجرای نماز خود، زکات خود، حج خود، برای مثلا فرضها معلومات جمع میکند و علم کم حاصل میکند. لیکن یک چیز است که وقت را ضایع میکند. استادمان شیخ محمد میگویند که یک چیزی که وقتی انسان را ضایع میکند هم نشستی بد. مقصد از هم نشستی بد شرط نه که یک مردی فاسق باشد. آدمی طالبین با فاسقا دوستی نمیکند. یعنی یک دوستی صالح است لیکن عقلش کم است، وقتی انسان را ضایع میکند. همراهی انسان سخنها گفته نصف شب را میگذراند. یعنی یک در دانشگاه وقتی که میخواندیم در یک حجره و 4 نفر با دیوال تقسیم کرده بودند، با دیوال های نصف دیوال، یعنی حق یک آدم یک کات خواب دارد و یک میزی درس کننده و یک چی دارد، یک رفیق کتابخوانی و
یک دیگر رفت برای سر و لباسش دارد، همین قدر جار دارد. یک حجره رو به 4 نفر تقسیم کردگی است به دیوال. در زمانهای پیشتر با پرده بود. در زمانهای اولی رفتگی هم و سالهای 2000 با پرده تقسیم کرده شده بود. بعد از آن دیوال کردن. در هر یک همین خانه 4 نفر از هر جا. مثلا در خانه که بنده زندگی میکردم، یک تایلندی، یک فیلیپینی و یک مردم از بلغاریا بود، بلغاریا. 4 نفر زندگی میکردیم. همین خیلی در یکی از خانه های دیگرها مردم جمع میشن برای زیارت میبیان. آخر دیگه نه خویش و تبار دارن در غریبی، نه پدر و مادر، نه زن و فرزند، به نزد همدیگر جمع شده تا ساعت 12 شب چخچق میکنن. همین خیلی خندی زیاد در یکی از همین در یک حجره گفتیم که 4 آدم زندگی مونه. در خانه یک آدم مهمان میبیاد، همین خیلی تا ساعت 12 گپ میزنن. با همسایه میاد که قسم به نام الله تعالی روز قیامت از بالای شما شکایت میکنم، برای من تشویش داده ایستادید، درس خواندن نتونستم از سبب خنده شما، تشویش دادید، روز قیامت از بالای شما دعوا میکنم. گم بعد ترسیده خسته میروم. یعنی همین خیلی هم نشست ها وقت شما رو ضایع میکند. وقت در طلب علم یکی از وسیله های مهم است. طالب علمی که وقتی خود را قدر نمی کند، علم زیاد جمع نمی کند. 6مین وسیله علم و یکی از مهمترین وسیله های علم، این سوال برای آن برادرهایی که راهی نائل شدن از علم را می پرسند. این سوال از یک چند برادرها آمدگی است که التماس کردند که امروز مدرسه نیست، دانشگاه اسلامی نیست که علم آموزیم، ما حتی نمیدانیم که با کدام راه علم آموزیم. این وسیله ها و این شرط ها برای این برادرها هست که با این چیزهای نویسید. برادرها در دفتر خود اقلا سرلوحه هایش را نویسید و طبق این عمل کنید. همین شرط ها، همین وسیله ها در شما یافت می شود یا نه؟ 6مین وسیله شیخ، استاد. برای خود یک استاد پیدا کنید. امام مالک رحمت الله علیه از عمرو ابن دینار علم نگرفتن. کسی اگر عمرو ابن دینار را بیند و از وی علم نگیرد، این عیب بود که در یک زمانه عمرو ابن دینار قطع زندگی کردی و علم نگرفتی. گفته امام مالک عیب کردن، گفته برای چه از او علم نگرفتی؟ گفتن که رأیته یحدث الناس قائما، دیدم که مردم را راست ایستاده حدیث میگفت. حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در حالت راست ایستادنش میگوید، از او علم نگرفتم که این آدم سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هیبتی سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رعایت نمیکند. و از یک آدمی ضعیف علم گرفتن که در این باره عیب کرده شدن. باز ببینید در یک جا عیب کرده شدن که از عمرو بن دینار برای چه علم نگرفتی. گفته از یک آدم دیگه عیب کرده شدن که برای چه علم گرفتی، اون آدم ضعیف است. حدیث هایی که از طریق همین آدم گرفته حدیث ها ضعیف برآمد. گفتن که برای چی از این علم گرفتی؟ گفتن که با بسیاری و تو درازی نمازش مرا فریب کرد. گفتن یعنی امام مالک پیش از اون که از یک آدم علم گیرن، اول عبادت های اوی می سنجیدین. ببینید نمازش دیدم که نمازهاش طولانی، یعنی نمازهای نافلش زیاد، نمازهاش طولانی، سراسیمه نماز نمیخواند. همین نمازهاش من فریب داد. گفتن برای همین شده از این آدم علم گرفتم، لیکن این اهل علم نبود است. مثلا در ذهن سبکتر است که حدیث های ضعیف روایت میکند، چخیلی که در مصطلح ما این مسئله گفته گذاشتیم، خفیف الضبط و تام الضبط به علم مصطلح برگردید. خب خلاصه استاد یکی از رکنهای اساسی علم. کدام آدمه که دیدید که علمی بزرگ دارد، دانید که استادی بزرگ دارد. استاد یکی از رکنهای اساسی در علم است. بدون استاد انسان نمیتواند عالم شود. بنابراین سخنی مادر مالک ام عالیه را به خاطر آورد، اذهب الى ربیعه، به نزد ربیعه رو، تعلم من ادبه، از آداب و اخلاقش علم آموز، قبل ان تتعلم من علمه،
پیش از آن که از علمش آموختی. در نزد استادمان در مسجد نبوی در نزد شیخ محمد ابن محمد مختار شینقیطی حفظه الله درس میخوندیم. بعضی دوستان ما اومده به قفای شیخ می نشستند. در مجلس اطراف 2000 کس می نشست. در حیاتم یگان آدم ندیدم که در مجلس علمیش آدم زیاد نشیند مثل همین استاد ما. 2000 کس می نشست. علم مجلسی وعظ و نصیحت، پند و نصیحت نه که عامی هایم آمده شنند. مجلس علمی، لیکن واقعا استاد در تمام فنها اگر گپ نزنند اون را به واسطه وعظ به مردم میرسانیدند. بسیار درسی، بزرگترین درسی که در حیات ما علم گرفتیم حلقه استاد بود. و بعضی طالب علم اومده به قفای شیخ می نشستند. شیخ روی به قبله آورده میشینند، مردم به شیخ رو می آورند. اینها تخت پشت خود را به پشت شیخ کرده در قفا می نشستند. بعضی یارو دوستان ما، من میگفتم شما همون ثبت ها را گرفته گوش کردن کرید آخر، فقط آواز شیخ میشنیدن، شیخ نمیدیدن. اون حرکت های شیخ، بعضی در مجلس بعضی حادثه ها روی میدهد، از همه این انسان علم می آموزد، از رفتار و کردار شیخ، از نشست شیخ، از سخنرانی شیخ. بعضی انسان های بی عقل و با عقل در مجلس راه میگردند، خلل میرسانند، هر خیل حادثه ها میشد در مدتی درس. بنابراین نشستن در نزد علما این رکن اساسی علم است. بنابراین ابو حیام میگفتند که یظن الغمر ان الکتب تهدی، جوانی به تجربه فکر میکنند که کتاب انسان به راه راست هدایت میکند. و ما یدری الجهول بان فیها غوامض حیر الذهن الفهیم. اون بیچاره شخصی نادان نمیداند که در کتاب چیزهای پوشیده های هست که ذهن شخصی آدمی با فهم و زیرک را میپوشاند. در داخل کتاب یک سخنهای هست که انسان نمیفهمد. اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. اگر علم را بدون شیخ اگر طلب کنی از راه راست بیرون میبری. بنابراین علما میگفتند که من کان شیخه کتابه فخطأه اکثر من صوابه. کدام آدمی که شیخش کتابش است، استاد او کتاب او هست، اون گمراهیش از صوابش یعنی که زیاد میشد. یعنی که مسئله هایی که خطا فهمید از مسئله هایی که درست فهمید بسیار میشد. کم مسئله را درست میفهمد. کدام وقت برای طالب علم اجازت است که بدون استاد کتاب خواند؟ بعد این که علم را آموخته آمد، بعد از آن فرصت کتابخوانی فرا میرسد. برادر عزیز، وقتی که شما دانشجو هستید، وقتی که شما دانش طلب هستید، طالب علم هستید، وقتی فقط گوش کردن، وقتی نوشتن، آموختن از علما هست. امام نووی در یک روز از 12 شیخ علم میگرفتن. ببینید اگر از 12 شیخ یک ساعتی علم گیرن، 12 ساعت علم میگرفتن. بعد از آن آمده آنها را نویسید، ترتیب دهید، و درسی پگینه تیاری بینید، با همین قدر دیگه وقت می رود، یا اینکه نصفی همین. برای همین یکی از رکن اساسی علم استاد است. وقتی که به حدیث بخاری رحمت الله علیه نظر کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء. الله تعالی علم را از قلب عالم ها کشیده نمیگیرد که یک عالم سحر خیزد و بی علم بماند، لیکن چه خیل علم را از زمین الله تعالی میگیرد؟ بقبض العلماء، بموت العلماء. با قبض جان علما، با مرگ علما الله تعالی علم میگیرد. در روی زمین وقتی که عالم نماند، بعد مردم برای خود یک مردمی بی سواد جاهل را برای خود پیشوا میگیرند و از او سوال میدهند و او به مردم فتوا میدهد. روزه خوردن گیرید، حج نروید و اسفالت کنید،
حج نروید و مکتب سازد، گفته فتوا دادن میگرد. فضلوا و اضلوا، خداشون هم گمراه شدن، مردم هم گمراه کردن. فدل على ان العلم مربوط بالعلماء. استاد میگویند که انا همین حدیث دلالت میکند که علم مربوط به علما هست. ببینید علم را الله تعالی از روی زمین چه خیلی میگرد؟ با قبض جان علما گفت، با برداشتن کتاب ها نگفت که. بنابراین یعنی که استاد در مسئله علم آموزی رکن اساسی علم است. بنابراین میگن که علم از شکم کتاب ها گرفته نمی شود، بلکه علم از زبان علما گرفته می شود. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ قنادی نشد استاد کار تا که شاگردی شکرریزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم تا که شاگردی شمس تبریزی نشد. هفتمین وسیله این رفیقی در راه طلب علم، آن رفیق آن جوره که همراهی و طلب علم میکنید. ببینید یکی از وسیله های آموختن این رفیق صالح در راه طلب علم، همراهی و علم را مذاکره میکنید، سوال و جواب میکنید، چیزی که از استاد نفهمیدید گاه مجبور میشوید از رفیقتان میپرسید. برای خود یک رفیق انتخاب کنید در این راه که شما را به نماز تهجد بیدار کند، شما به آن حفظ کرده خود را میسپارید و برای شما حفظ کرده خود را میسپارد. همه وقت استاد برای شما وقت زیاد جدا نمی کند. حتی بعضی استادان ما میگفتن که انسان گاه ها از همین رفیقش فایده بسیارتر میگیرد از استادش دیده. اگر رفیق شما رفیق صاحب جد و جهد و رفیق بغیرت باشد، شما از اون رفیقتان بسیار فایده میگیرید. بنابراین انسان باید در راه طلب علم رفیق نیک برای خود از بین طالب علم هایش اختیار کند. خب این 7 وسیله بود و 7 شرط های طلب علم که اینها را درس آینده از هر یکی شما انشالله میپرسیم. انا همین 14 7 شرط و 7 وسیله را ذکر میکنید. ممکن است سوال کنیم؟ مرحبا. همینجا 7 شرطی که آورده است غریبی و 6 عمل کردن به علم از همه آخر آورده است. بله. یعنی معلوم میشود که انسان باید این خصلت رو 6 خصلت را داشته باشد، بعد از آن مرحله عمل سر میشود. مقصد این که بعضی شرط ها پیش از طلب علم ضرور است. مانند غربت، اول سفر میکنید بعد علم میگیرید، وقتی که علم گرفتید بعد عمل میکنید. مثلا یکی از شرط هایی که گفت پرهیزگار بودن طالب علم. خیر نه که به درس آخر گوشت حرام خورده روید پیش که، یعنی باید لقمه حلال خورده روید که فهمید آن چیزی که به شما گفته میشد. وقتی که شما علم آموختید بعد باید عمل کنید. ثانی این چیزها در ترتیب رعایت نمیشد. وقتی که به شعر می درارند که در نظم ها غالبا علما ترتیب را سخت رعایت نمی کنند، برای آنکه احتمال میشد حتی ترتیب جاش ویران میشد. مثلا در قرآن هم در یک جا الله سبحانه و تعالی هارون و موسی گفتگی است در سوره طه. در همه جا اول موسی و هارون می آمد، لیکن قافیه سوره طه که همین خیلی آمدگی هست در همانجا هارون و موسی آمد. فهمیدید؟ یعنی اصلا موسی و هارون می آمد در همه جا. اصل اگر انسان یعنی نظم نباشد ترتیب را رعایت کرده سخن می کند، لیکن در نظم گاه ها ترتیب رعایت نمیشد برای مناسب شدن وزن شعر. بله فهمو؟ بله همین الحمدلله که همین شرط ها و وسیله های را خیلی وقت میگفتیم و الحمدلله که یافتیم، ولی یک خواهش دیگر از باید داریم که شما گفتید برای حفظ کردن علم یا فنهایی هست کتاب ها را معین میکنیم
مقصد تا امروز ما و دیگر برادرای هستند که به همین سوال گیر آوردگی هستند که نمیدونن از کجا شروع کنن، از چی شروع کنن، به کدام ترتیب کدام کتاب ها را بخونن در هر یک جبهه. بله. خواهش میکنیم که اگرم که یک نوار شود و همین چیز خوب مختصر یک فهمانده بیتی انشاءالله خوب میشنده برادر. بله. برای همین حالا برای شما من از صفر شروع میکنیم برادرای عزیز، تا اینکه آن طالب علمایی که این نوار میبینند و از صفر شروع کردنی هستند، مثلا یا یک انسان فرزندش به طلب علم ماندنی هست یا طلب علم کردنی هست، از همینجا شروع میکنه. آن آدم هایی که همین مقداری که ما در این صحبت میگوییم دارند، آنها از درس آینده دوام میدهند، یعنی مستوای خودشون رعایت میکنند و به همین عمل میکنند. فهمیدید؟ خب به یک طالب علمی که میخواهد علم آموزد، ما 7 شرط را ذکر کردیم و 7 وسیله را. انا اکنون خب از کجا سر کند بعد اینکه این چیزها را رعایت کرد و به عمل کردن به این 7 شرط و 7 وسیله شروع کرد؟ خب چیکار کند؟ استاد دارد، همه چیز را مهیا کرد. اولین چیزی که علل خصوص به مردم ما که ما عجم هستیم، ما زبان عربی را نمیدانیم، تعلیم گرفتن لغت عربی. تعلیم گرفتن لغت عربی فرض است. برای چی؟ برای آنکه تعلیم گرفتن سخن الله و رسول فرض است. قرآن کریم الله تعالی به ما خطاب کرده است در قرآن کریم، یا ایها الناس، ای مردم میگوید. در جایهای دیگر یا ایها الذین آمنو، ای آنهایی که ایمان آوردید میگوید. ما باید سخن الله تعالی را فهمیم و این سخن از جانب مهربان ترین ذات ها برای ما. یگان انسان در دنیا برای شما از الله تعالی دیده مهربان نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که برای صحابه ها اترون هذه طارحه ولدها فی النار، یا زنی را به صحابه ها نشان دادن بعد جنگ در بعضی جایها مرده ها خواب بود، از بین مرده ها کودکش را جستجو میکرد، کودک شیرخوارش را گم کرد در وقت جنگ. بعد از آن از بین مرده ها کودک خود را زنده دریافت کرد. اول خیلی گریه کنان جستجو کرد، بالاخره یافت. کودک خود را وقتی که زنده یافت از خرسندی با آغوش میگرفت، بوسه میکرد و کنارش میگرفت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه ها سوال دادند که اترون هذه طارحه ولدها فی النار، آیا شما گمان میکنید که همین زن کودکش را به آتش میپرتاید؟ در یک چقوری آتش است، همین زن آیا همین کودک خود را به آتش میپرتاید؟ گفته سوال کردن. صحابه گفتند که کلا والله، هرگز قسم به نام الله تعالی مادر کودک خود را به آتش نمیپرتاید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ والله لله ارحم بعباده من هذه بولدها. قسم به نام الله تعالی، الله تعالی به بندگانش مهربانتر است از همین مادر به کودکش. همین مادر به همین کودکش چند فایز رحم و مهربانی دارد. اولش این که همین رحمت هم الله تعالی به قلب او داده است. الله تعالی از همین مادر به کودکش دیده و بندگانش مهربانتر است گفتم. بنابراین الله تعالی برای ما مهربان است. ذاتی که برای ما نیکی را میخواهد در همین قرآن کریم برای ما خطاب کرده است، برای ما دستور داده است. اگر شیخ الاسلام میگن که اگر یک دوستی نزدیکی پولدار و سخاوتمند شما از دیگر کشور که زبانی او را نمیفهمید به شما یک نامه فرستاند، چیکار میکنید؟ نامه را گرفته ترجمان میکوید. یا ترجمانی میکوید که ماهر در ترجمه باشد و با امانت نگهدار باشد، با مکتوب خیانت نکند، درست ترجمه کند. یا اینکه حرکت میکنید همین زبان تعلیم میگیرید و اونو میخواند که چی گفته است.
این الله تعالی برای ما خطاب کرده است. این قرآن الله تعالی همین خیلی خاص که به زبان عربی نازل کرد. این انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. در سوره یوسف ما این قرآن را به زبان عربی به شما نازل کردیم. در سوره شعراء گفت که بلسان عربی مبین، ما این قرآن را به زبان عربی مبین نازل کردیم. در سوره نحل گفت که لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. ما این قرآن را به زبان عربی مبین نازل کردیم. بنابراین برای فهمیدن قرآن و فهمیدن سخنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم که واجب است برای همه و برای بعضی آدم ها واجب حتمی عینی هست و برای بعضی آدم ها واجب کفایتی هست. یعنی برای طالب علم، برای عالم، آموختن زبان عربی فرض عین است، حتما باید عربی را آموزد. اما آدم های عامی برای آنها هم فرض است به قدری که فرض را ادا میکنند. مثلا بسم الله پیش از طهارت باید گوید. چی معنا دارد؟ باید داند. وقتی که طهارت را کرده شده دعا میکنید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. داند باید محض. چی گفته ایستاده است با الله تعالی؟ وقتی که الله اکبر گفت داند که چی گفته ایستاده است. وقتی که مؤذن الله اکبر گفت این باید الله اکبر گوید. وقتی که مؤذن اشهد ان لا اله الا الله گفت باید اشهد ان لا اله الا الله گفت. هر کلمه های از آن دعای بعد از آن، یعنی انا همین کلمه ها را باید ترجمه هاشو داند. وقتی که سبحانك اللهم و بحمدک خواند چی گفته ایستاده است؟ سبحان ربی الاعلی گفت در سجده چی گفته ایستاده است؟ الحمدلله رب العالمین چی گفته ایستاده است؟ التحیات لله چی گفته ایستاده است؟ معناش رو باید داند. السلام علیکم و رحمت الله. نماز جنازه بر پدر میخوانید، بر مادر میخوانید، بر مسلمان ها میخوانید، هر چیزی که میگوید باید اونو تعلیم میگیره. وقتی که به حج میرید لبیک اللهم لبیک میگوید چی معنی دارد؟ اینها رو باید اینقدر مقدار آموختن زبان عربی برای عامی ها هم فرض است. اما برای عالم ها آموختن زبان عربی فرض است. بنابراین هر برادر، هر خواهری که میخواهید طلب علم کنید، اولین کار برای شما آموختن زبان عربی هست. بنابراین من به مدت 1 سال طالب علمی که از صفر شروع میکند، از ابتدا شروع میکند، یک تقسیم بندی کردم. این اجتهادی شخصی بنده هست. با وقتی که شما به نزد استادتون میرید، استادی که برای شما علم میدهد به قدر اجتهاد و علمش برای شما میفهماند. یک طالب علم از صفر شروع کردنی هست. یکمین کاری که میکند لغت عربی را خواندنش را تعلیم میگیرد. کتاب قاعده بغدادی که ما استادان ما به ما قاعده بغدادی تعلیم داده بودند و در بعضی منطقه ها معلمی ثانی میخوانند، یعنی هر دوشم اجازت است. در 1 ماه اول قاعده بغدادی را میخوانید، یعنی حرف ها را میآموزید، خواندن آن را میآموزید و در پایان قاعده بغدادی جزئی عامه دارد. 1 پاره قرآن کریم از 30 جزء 1 جزءش است و هم حفظ میکنید و در این مدت 1مین ماه طلب علمتان، در مدت 1 ماه هر روز 1 ساعت به علم تجوید جدا میکنید. مثلا 10 دقیقه از استاد آموزید، 50 دقیقه در خانه همین علم رو تکرار میکنید. یعنی 1 ساعت به علم تجوید وقت جدا میکنه. اگر 2 ساعت یا 4 ساعت به قاعده بغدادی جدا کنید، 1 ساعت به تجوید جدا کنید، این میشود 4 ساعت. 1 ساعت دیگر این اجتهادی من است که از برآمدهای علمای فارسی زبان، علل خصوص آن برآمدهایی که شما رو ترغیب به آموختن علم میکند. این اولین سالها برادرای عزیز، اولین سالها حتی میشود 10 سال اولی طلب علم از همه روزهای سختش. حتی بعضی استادان ما
در شهر اسفره رفته خوانده می آمدن 5 سال فقط نحو و صرف خوانده آمدگی هستند. این علم های جاف است، علم های خشک است، علم های دلگیر کننده است. یعنی انسان میخواهد یک چیزی باشد که او را ترغیب به حیات آخرت، ترغیب به غنیمت دانستن وقت، ترغیب به محبت به این دین مقدس اسلام در دلش جاری کند. برای این چیزها بنابراین من همین پیشنهاد رو میکنم که اقلا 1 ساعت، خواه مثلا 5-20 دقیقگی باشد یا خواه 1 ساعت باشد، 1 ساعت اقلا در یک شبانه روز سخن یگان عالمی که با زبان مادری شما سخن میکند، درس است، امر معروف است، گوش اندازید. یعنی این 1 ساعت برای علم تجوید، 3 ساعت برای قاعده بغدادی که در همین مدت 1 ماه شما هم تجوید خواندید که فرضهای تجوید اقلا به جا بیارید. یعنی هر یک حرفا را از مخرجش برارید. ث را ثم خوانید، صاد را صراط خوانید، هر یک حرفا را از مخرج خودش برارید. عین و حمزه را فرق کنید، های میده و های کلام، رحمان الرحیم کتی بسم الله فرقش روید، صراط تای کلان و تای خرد را به فرقش روید. یعنی تجوید را در مدت 1 ماه رعایت کنید، 1 جزئی عامه را حفظ کنید و در این مدت 30 ساعت یعنی برآمد دانشمندانی که به زبان مادریتان سخن میکند گوش کنید. یعنی اگر در 1 روز 5 ساعت اگر برای طلب علم اگر جدا کنید، که این البته کم است، لیکن طالب علمی که برای علم اگر 10 ساعت وقت جدا کند، این اگر با همین اسلوب اگر 10 سال 15 سال علم گیرد، در مدتی کوتاه علم میگیرد، انشاءالله عالم میشد. خب یعنی که در مدت 1 ماه 30 ساعت لکسی گوش کردید، درس تجوید را به آخر رساندید که خودش 30 درس است و قاعده بغدادی را حفظ کردید که از 1 جزئی قرآن است. ماه دوم این 1 ماه است. دوم مرتبه 2 ماه است. برای چی؟ برای آنکه در این 2 ماه هم پاره 29 را حفظ میکنید، هم پاره 28 را. یعنی از پایان به بالا میروید. 30 را حفظ کردید، 29 30 را حفظ میکنید. این درس قرآن است. اگر به درس قرآن 4 ساعت وقت جدا کنید در ابتدا، بله مشکل است. و این چنین امروز برای ما آسان است که میتوانید آن جایی که حفظ میکنید 10 مراتبه، 5 مراتبه، 20 مراتبه از 2 نمود 3 نمود قاره های خوش آواز گوش کنید که با تجوید قرائت کردین. بعد حفظ کنید. به استاد اول میخوانید، استاد خطاگی های شما را اصلاح میکند، بعد حفظ میکنید، بعد به استاد میسپارید و مبدأ القرائت را شروع میکنید. ما واقعا مبدأ القرائت خواندگی هستیم، با همین مبدأ القرائت علم عربی آموختیم که مبدأ القرائت قسم 1 اطراف 700-800 لغت دارد، 52 درس دارد. به مدت 2 ماه مبدأ القرائت را هر روز 1 درس، 1 درسی او در 1 ساعت تیار میشد. برادرای عزیز 1 ساعت 10-12 لغت دارد، حفظ میکنید. ما 1 لغت را 100 مراتبه تکرار میکردیم. رف مثلا بسیار لغت های زبان فارسی با زبان عربی چند فایزش موافقت میکنه. مثلا کتاب به زبان عربی هم کتاب است، به زبان فارسی هم کتاب است. مثلا عموما همین خیلی لغت ها را حفظ میکنید. 1 ساعت برای مبدأ القرائت جدا کنید و در 1 روز 1 درس خوانید. این برای یعنی یک طالب علمی تنبل هم کفایتی میکنه. لیکن اگر به غیرت باشید و در 1 روز 3 درسی مبدأ القرائت خوانید، خیلی وسیع است. لیکن من یک میانه، یک معتدل را بیان کرده ایستادم. و این چنین کتاب بیدان که کتاب خرد است، به زبان فارسی نوشته شدگی است که یک مقدمه درباره علم صرف است. برای یک کلمه رو برای شما صرف کردنش رو تعلیم میدهد. یعنی این در مدت 2 ماه، یعنی مرتبه دوم 2 ماه است. در این مدت 2 ماه 2 پاره قرآن حفظ میکنید، مبدأ القرائت 1 را تمام میکنید، بیدان را خوانده تمام میکنید و حفظ میکنید. 2 ماهی بعدی یعنی میشود 5مین ماه، در این مبدأ القرائت رقم 2 را میخوانید که عبارت از 60 درس است. هر روز 1 درس،
یک درسش 12 لغت دارد برادر عزیز. حفظی جزئی 27 و 26 دو پاره قرآن از یاد میکنید در مدت 2 ماه و این چون علمی صرف میخونید. یعنی با این 5 ماه شد. 2 ماهی دیگر در اون جزئی 23 24 25 3 جزء حفظ میکنید در این 2 ماه و در این 2 ماه هم فقط علمی صرف میخونید و آن صحبت هایی که به زبان مادری هست 1 ساعتی او در مدت 1 سال موجود است. 300 ساعت در مدت 1 سال یعنی به زبان مادری تان درسی تاجیکی یا کدام زبانی که نباشد چی میکنید؟ می آموزید، گوش میکنید، چون که گوش کردن هم فایده دارد. شما وقتی که امروز فقط حفظ قرآن میکنید معنایش رو نمیدانید، صرف میخونید، یعنی یک فنی دلگیر کننده هست لیکن واجب است. شما ثواب میگیرید. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. آنی که بدون وی واجب تمام نمیشه اونم واجب است. من مثلا حفظ میکنید ذئب گرگ، ذئب گرگ، دب خرس، فرس اسب، گفته لغت از یاد میکنید. یک شخص اگر بیند گویا شما هیچ چیز علمی شرعی نیست، لیکن فردا شما از کجا میدونید که گوشت اسب حلال است یا حرام است، گوشت گرگ حلال است یا حرام است؟ از کتاب ها برای مردم فهمانیدن و خودتان فهمیدن این کلمه ها رو باید دانید. نگویید با گرگ گیرید و گوسفند ترجمه کنید. برای همین حفظ میکنید، ثواب میگیرید. بله در ابتدا مشقت است. برای همین مشقتش بردن من توصیه میدهم که هر روز اقلا 1 ساعت به زبان مادریتان یک امر معروف، یک درس گوش کنید تا اینکه جبران کند این غم و غصه شما را. بعد ماهی این 5 ماه شد. 1 ماه اول قاعده بغدادی، 2 ماه برای مبدأ القرائت 1، 2 ماه دیگه به مبدأ القرائت 2، بعد ماهی هفتم یعنی 6 و 7 حفظ جزءهای 23 24 25 و باز هم علمی صرف. در همین مدت 2 ماه فکر میکنم که آن صرفایی که به زبان فارسی و تاجیکی نوشته شده است و استادتون درس میده اینه تمام میکنید. علمی صرف را 1 مرتبه مردم عجم باید به زبان خودش 1 مرتبه اول آموزد. برای همین این درس هایی که الان برای شما گفته ایستادم برای آن آدمایی که عجم است، برای عرب نیست. و عالم ها در کتاب های منهجیه دراسی خود بیان میکنن اونها یک زینه از ما بالا هست. اونها که عرب هستند یک باره یک زینه به کتاب های بالاتر شروع میکنن. ما که عجم هستیم اول خواندن آن، نوشتن آن، ترجمه آن را اول تعلیم میگیریم، صرف و نحو میخوانیم. برادر عزیز ما انشالله ثواب ما زیادتر است از آنها. ببینید امام بخاری عرب ها را گذاشتن. تاجیکی 100% تاجیک هستند. تاجیکی مانند امام ابو حنیفه تاجیکی بر دروغ نه که به خدا ما دروغن خدا ما رو علده کرده، یا عربی عراقی رو گیریم و گوییم که این آدم یکی از باباهایشان در بعضی روایت های ضعیفی تاریخ آمده است که از کابل است. بگذار از کابل باشد، از تاجیکستان نیست که آخر همون هم اصلش بابل است، فقط یک حرف خطا شده است. امام ابو حنیفه اصلشون از عراق هستند، عرب هستند، اما امام بخاری 100% تاجیک هستند. در بخارا به دنیا آمدن، در سمرقند از دنیا گذشتند. قبرشون هم در سمرقند است، در خرتنگ، در دهه خرتنگ. بنابراین ما که عجم هستیم برای ما اول یعنی که صرف نحو را با زبان مادری خود آموختن برای همین مجبور هستیم و انشاءالله برای این اجر عظیم میگیرید. بعد از آن در 2 ماهی بعدی حفظ جزءهای 20 21 22 و علمی نحو که در جایهای ما استادان دروس نحویه هست که به زبانی ساده تر نوشته شده است. حتی امروز بعضی مؤلفات نحو هم بعضی ها به زبانی تاجیکی یا فارسی نوشتند که ترجمه کرده است مشقهایش را. شاید علم نحو را سبکتر کرده تألیف کردند. یعنی کسی که میخواد علم گیرد باید در این مرحله علم نحو آموزد. بعد در 3 ماه اخیر که این ماههای 10 11 12 ماه میشد که با این 1 سال بنده پر میشد،
جزئی 16 17 18 19 را حفظ میکند که با همین 15 جزئی قرآن را در مدت 1 سال هم حفظ کرد، هم علم نحو میخواند در این مدت 3 ماه هم. یعنی عموما برای علم نحو 5 ماه جدا کردیم، برای علم صرف 4 ماه و 1-2 ماه دیگر برای بدان که اونم علم صرف، یعنی به علم صرف 6 ماه و برای علم نحو 5 ماه وقت جدا کردیم. در مدت همین 12 ماه اگر همین گفته های ما را طالب علم اجرا کند، در نتیجه 15 جزء قرآن را با تجوید حفظ میکند، هم درسی تجوید را به خاتمه میرساند که به زبان تاجیکی نوشته شده است. بعد لغت عربی از مبدأ القرائت 1 و 2 آن را میخواند که اطراف 2000 لغت حفظ میکند. صرف میخواند که در بین این هم چندین کلمه ها را هم معنایش را میفهمد و هم صرف را تعلیم میگیرد و هم علم نحو میگیرد که در داخل کتاب نحو هم لغت های نو پیدا میشود و آن لغت ها را هم حفظ میکند. خلاصه اطراف 3000 لغت حفظ میکند در مدت 1 سال. هم صرف و نحو میخواند، هم تجوید میخواند، هم 15 پاره قرآن از یاد میکند، هم اطراف 350 ساعت یعنی لکسیه به زبان مادریش گوش میکند. این سال 1 است. اگر همین را که تمام کرد دیگر سال آینده سال 2 خوانشش انشاءالله به زبان مطلقا به کتاب‌های زبان عربی مستوای بلندتر میگذارد که انشاءالله در صحبت آینده به ترتیب آن را بیان میکنم. کدام طالب علمایی که حالا در بین ما همین فن‌هایی که گفتیم گذشته است او میتواند دوام همین مرتبه را رعایه کرده گیرد. آنهایی که از این هم گذشتن دوامشه، یا آنهایی که همین اینو میدانند فقط میتوانید به شاگردان با همین اسلوب تعلیم دهید، یا اینکه یعنی که این اجتهادی هست. امید میکنیم که به قدر برای شما یک چی فهمانیدیم. اگر همین چیزها رو رعایه کنید در مدت 1 سال 15 جزء قرآن رو حفظ کنید، خیلی علم به دست آوردید، هم زبان عربی، هم صرف، هم نحو. اگر این در یک شبانه روز برای کمترینش 5 ساعت اگر وقت جدا کنید، اگر 10 ساعت یا 8 ساعت برای همین علم ها اگر وقت جدا کنید، خیلی به درجه بلند این علم رو حفظ میکنید. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.